سلام به شما. فرض کنید شما مالک یک ملک قدیمی و با ارزش هستید، اما سرمایه کافی برای ساخت و ساز و نوسازی اون رو ندارید. این سناریوی خیلی از ماست. در این بررسی می‌خوایم قدم به قدم و با نگاهی حقوقی یکی از مهمترین و رایج‌ترین قراردادهای حوزه املاک، یعنی قرارداد مشارکت در ساخت رو با هم کالبد شکافی کنیم. با من همراه باشید تا با تمام جزئیاتش آشنا بشیم. بسیار خوب، این هم نقشه راه ما برای امروز. اول از همه ببینیم اصلاً قرارداد مشارکت یعنی چی. بعد میریم سراغ 3 ستون اصلی که این قرارداد رو سرپا نگه می‌داره. در ادامه شروط فوق‌العاده مهمی که قبل از امضا باید بدونید رو بررسی می‌کنیم. با ریسک‌ها و چالش‌های رایج آشنا میشیم و در نهایت یاد می‌گیریم که اگر اختلافی پیش اومد چطور هوشمندانه حلش کنیم. این سوال دقیقاً نقطه شروع ماجراست. همین چالش، یعنی داشتن ملک ارزشمند و نداشتن سرمایه، باعث شده قرارداد مشارکت در ساخت به یک راهکار واقعاً هوشمندانه تبدیل بشه، به خصوص برای مالک‌های املاک کلنگی در شهرهای بزرگ که میخوان ارزش ملکشون رو چند برابر کنند. خب، پس بیایید از پایه شروع کنیم. این قرارداد دقیقاً چیه و مبنای قانونی اون کجاست؟ یعنی چه چیزی به این توافق اعتبار میده؟ به زبان خیلی ساده، شما به عنوان مالک زمین رو میارید وسط. سازنده هم سرمایه، تخصص و دانش فنیش رو. این دو آورده با هم ترکیب میشن تا یک ساختمون جدید ساخته بشه و در نهایت واحدهای ساخته شده بین شما و سازنده تقسیم میشه. این یک توافق کاملا خصوصی و معتبر بر اساس قانون مدنیه و همین بهش قدرت میده. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره که اغلب اشتباه گرفته میشه. ببینید، در قرارداد پیمانکاری سازنده صرفاً یک مجریه که حقوقش رو میگیره و میره. اما در مشارکت داستان کاملاً فرق میکنه. شما و سازنده هر دو شریک واقعی هستید، یعنی هم در سود و هم در زیان احتمالی با هم سهیم هستید و هر دو در نهایت مالک بخشی از ملک جدید خواهید بود. بسیار خوب. این شراکت چطور شکل میگیره؟ هر قرارداد مشارکت موفق روی 3 ستون اصلی بنا شده. رکن اول مالک، رکن دوم سازنده و رکن سوم خود ملک. اگر هر کدوم از این ستونها سست باشه، کل پروژه به خطر میافته. شما به عنوان مالک آورده اصلیتون زمین شماست، اما مهمترین تصمیم شما انتخاب یک شریک قابل اعتماده. این رو به عنوان یک اصل به خاطر بسپارید. یک سازنده خوشنام و معتبر همیشه از چند درصد سهم بیشتر ارزشمندتره. در مورد وکالتنامه هم خیلی دقت کنید. فقط وکالت کاری محدود و قابل عزل بدید، نه وکالت بلا عزل. خب، حالا میرسیم به سازنده. کسی که قرار این پروژه رو به سرانجام برسونه. بنابراین تحقیق در مورد سوابقش، دیدن پروژه‌های قبلیش و اطمینان از توانایی مالیش یک مرحله حیاتی و غیر قابل چشم‌پوشیه. حتما در قرارداد قید کنید که حق نداره بدون رضایت کتبی شما پروژه رو به کس دیگه‌ای واگذار کنه. و اما ستون سوم، خود ملک. قبل از امضای هر چیزی باید ملک از هر نظر بررسی بشه. وضعیت سندش چطوره؟ شهرداری چقدر اجازه ساخت میده؟ آیا بدهی یا خلافی داره؟ این بررسی‌ها جلوی کلی دردسر و هزینه‌های پیش‌بینی نشده در آینده رو میگیره. بسیار خوب، حالا میرسیم به قلب ماجرا، یعنی بنده‌ها و شروطی که حکم نقشه راه موفقیت پروژه رو دارن و به هیچ وجه نباید ازشون ساده بگذرید. این تشبیه به نظرم فوق‌العاده است. واقعاً هم همیده. این یک معامله ساده و کوتاه مدت نیست. یک شراکت عمیق و طولانیه که به دقت، تعهد و شفافیت کامل از هر دو طرف نیاز داره. برای اینکه موضوع ملموس‌تر بشه، بیایی ببینیم سهم هر طرف چطور محاسبه میشه. اساس کار ارزش آورده ی هر شخصه. مثلا در این نمونه ارزش زمین مالک 30 میلیارد تومانه و هزینه ساخت که آورده ی سازنده است 18 میلیارد. خب طبیعیه که با این حساب سهم مالک بیشتر از سازنده میشه. اینجا میرسیم به یک قانون طلایی و مطلق. اگر چیزی نوشته نشده، یعنی وجود نداره. تمام توافقات از نحوه تقسیم پارکینگ گرفته تا مارک شیرالات و جریمه هر روز تأخیر باید دقیق و با جزئیات کامل مکتوب بشه. عبارات کلی مثل طبق عرف فقط راه رو برای اختلاف باز میکنه. خب، یک مشاور خوب فقط از خوبی‌ها نمیگه،
باید شما رو برای چالش‌های احتمالی هم آماده کنه. بیایید با هم ببینیم چه ریسک‌هایی در این مسیر وجود داره و چطور میشه اونها رو مدیریت کرد. اینها مشکلاتی هستند که از داخل خود پروژه ممکنه به وجود بیان. اما خبر خوب اینه که تقریباً همه این موارد با یک قرارداد دقیق و محکم قابل پیشگیری هستند. مثلا با تعیین جریمه‌های سنگین برای تأخیر یا مشخص کردن دقیق مصالح میشه جلوی خیلی از این مشکلات رو گرفت. یه سری مشکلات هم هستن که از بیرون به پروژه تحمیل میشن، مثل تغییر ناگهانی قیمت‌ها یا خدای نکرده زلزله. یک قرارداد هوشمند برای این شرایط هم راهکار داره. مثلا میشه بندی رو برای مذاکره مجدد در شرایط بحران اقتصادی در نظر گرفت یا تکلیف پروژه رو در صورت وقوع حوادث قهری روشن کرد. حالا فرض کنیم با وجود تمام پیشبینی‌ها باز هم اختلافی به وجود اومد. در این صورت قرارداد باید یک مسیر سریع و کارآمد برای حل و فصل اون اختلاف پیش روی ما بذاره. این ترتیب خیلی مهمه. همیشه اولین قدم باید مذاکره مستقیم باشه. اگر به نتیجه نرسید سراغ داوری میریم. دادگاه باید همیشه، تاکید میکنم، همیشه آخرین راه حل باشه، نه اولین انتخاب، چون هم زمان بره و هم هزینه بر. و چرا میگیم داوری بهتره؟ چون داور یک متخصص در همین حوزه ساخت و سازه. پرونده شما محرمانه باقی میمونه و خیلی سریعتر به نتیجه میرسه. تعیین یک داور متخصص و مورد اعتماد هر دو طرف در خود قرارداد یکی از هوشمندانه ترین کاراییه که میتونید برای محافظت از خودتون انجام بدید. و کلام آخر، اگه بخواید فقط یک نکته رو از تمام این بحث به خاطر بسپارید، همین جمله است: همه چیز رو شفاف، دقیق و عددی بنویسید. فراموش نکنید که در نهایت تنها چیزی که از حقوق شما محافظت میکنه همین قراردادیه که امضا میکنید. پس قبل از امضا این سوال رو از خودتون بپرسید: آیا این قرارداد به اندازه کافی شفاف و محکم هست که سپر بلای من باشه؟